کینه داری به کسی هم داری محبت میکنی، توی کینه موجی که از اون محبت تو میاد آغشته و آلوده به کینه میاد، اونم میفهمدش. خودتون هم سر خودتون اگه کلاه بذارید دلاتون رو نمیتونی کاری بکنید. نه من خیلی هم دوستش دارم، ببین براش کادو خریدم. دل تو چیکار میکنی؟ دلها شاهدایی هستن که رشوه قبول نمیکنه. بنابراین وقتی که تو دلت هیچی نیست، مثل حالتی که پدر مادر نسبت به بچه‌ها کتک هم که میکنن، آخر سر اگه بگی کی بیشتر دوست داری یا کی بیشتر از همه دوست داره، میگه چی؟ میگه پدر مادر، چون رشوه نمیپذیره دلش. ولی وقتی یه مادر از رو عصبانیتی که توش نفرت ایجاد شده الان غضب داره، بعد این غضبش رو روی کسی خالی کنه، با اون عصبانیت بچه رو میزنه. خب چی رو منتقل کرده بچه؟ بدیشو، بدجنسیشو، غضبشو. بچه میفهمه کامل. دلا با هم حرف میزنه، بچه میگه حقش نبود اینجوری منو کتک میزنه، بابام بد اخلاقه. یه موقع کتک میخوره نمیگه بد اخلاقه، یه موقع کتک هم نمیخوره، یه رفتار زشت، یه حرف زشت میشنوه ولی میگه چیه این طرف مقابل؟ بد اخلاقه. برای همین پدر مادر رو توصیه‌ام این است اگه شما بخوای بچه‌تون رو تنبیه بکنی، تندی باش بکنی، لازمه گاهی وقتا تندی بشه بهشون، حواست باشه برای کینت این کارو نکنی.